من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. منظور از آیات چی هست؟ الله میفرماید ما برای اونها کتابی آوردیم. جئناهم بکتاب، کتابی که فصلناه على علم، ما بر علم، بر اساس علم، بر اساس دلیل اینجا توضیح دادیم. شما هر چی که دلیلش را میخواهید در قرآن هست. دلیل وجود خدا الله عزوجل دلائل مختلف ذکر میکنه. دلیل برای یگانگی خدا و یکتاپرستی همه دلائل در قرآن است. چرا به طرف داستان ها میرید؟ بیاین به دنبال دلیل. شما درباره ثبوت قیامت هر چی دلیل میخواید الله تعالی انواع دلیل تو قرآن بیان میفرماید. لذا میفرماید ما کتابی فرستادیم، بیان کردیم. جئناهم، کتابی آوردیم که فصلناه علی علم، همه چیز را بر اساس علم یعنی بر اساس دلیل توضیح دادیم. هدى و رحمه، کتابی که هدایت و رحمت است. اگر کسی میخواهد هدایت بیابد هم این کتاب، و هر کسی میخواهد رحمت خدا بر او سرازیر بشه بر این کتاب عمل کند. اما هدایت و رحمت است لقوم یؤمنون، مستفیدین از آیات اینا هستند، برای قومی که ایمان بیاورند. هل ینظرون الا تأویله، بعد از اینکه الله تعالی این همه واقعات را و تصویرهای زیبا و قشنگی از آخرت بیان فرمود، از مکالمه بهشتی ها، از مکالمه اعرافی ها، از مکالمه جهنمی ها، گویی انسان اونجا هست. اما بعضی ها باور ندارند، اینا را تمسخر میکردند، میگفتن اینا گمان است، اینا تخمین است، اینا فکره. الله میفرماید هل ینظرون الا تأویله، این تخویف اخروی هست. این منکران، مشرکان منتظر نیستند مگر منتظر تأویل آن یعنی وقوع قیامت هستند. اما اگر منتظر وقوع و اتفاق قیامت هستند، قیامت که اتفاق بیفته اون روز توبه فایده ای نداره. یوم یأتی تأویله، روزی که می آید تأویل آن یعنی محقق میشه، قیامت برپا میشه. یقول الذین نسوه من قبل، میگویند کسانی که قیامت را فراموش کردن قبلا در دنیا، اونجا وقتی که قیامت را ببینن بیادشون می آید قد جاءت رسول ربنا بالحق، آنجا اعتراف می کنند که فرستادگان رب ما به حق آمدند. اونجا در دنیا هر چی گفتند راست گفتند. الان چی می خواهید؟ دو تا خواسته مطرح می کنند. خواسته اول اینه که آیا کسانی هستند که برای ما شفاعت کنند، سفارش کنند، پارتی ما باشه، ما در دنیا برای اونها خیرات کشتیم، صدقه دادیم، به نام اونها ندا کردیم، فریاد زدیم، اونها هستن بیان شفاعت ما را بکنند؟ شفاعت که اونجا خبری نیست، سفارشی نیست، این نوع سفارشی که اینها میخواهند.
دوم او نرد، یا ممکن است ما را به دنیا برگردانه، ما از اونجا بازی از سر نو دوباره شروع میکنیم، عمل میکنیم، دیگه اشتباه نمیکنیم. الله میفرماید دیگه همه این تمناها، این آرزوها پوچ، فایده ای نداره. فهل لنا من شفعاء، آیا برای ما شفیعانی هستند، سفارش کنندگانی هستند که فیشفعوا لنا، برای ما شفاعت بکنند. این استفهام را میگیم استفهام طلبی، یعنی اونها گویا میطلبند، میخواهیم کسی که بیاد سفارش ما را بکند. او نردو، یا اینکه برگردانده بشیم به دنیا، فنعمل غیر الذی كنا نعمل، ما عمل بکنیم غیر از آنچه که در دنیا عمل میکردیم. در دنیا شرک میکردیم، بدعت میکردیم، فسق میکردیم، بی نمازی و بی حیایی، تمام مفاسد. الان دیگه نمی کنیم، برعکس اون عمل می کنیم. الله می فرماید قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. الله می فرماید این انسان ها در خساره و در ضرر و زیان انداختن خودشون را، نفسشون را، خودشون را، برای همیشه در جهنم میمانند این بیچاره ها. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، آنچه که افترا گفتن در دنیا بر خدا اون گم شد. در دنیا چه افترایی بود؟ افترای شرک، شریکانی را برای خدا شریک قرار میدادند. الله میفرماید الان اون شریکان گم شدند، اثری از اونها نیست. هیچ کس یارای این را ندارد، توان این را ندارد که بیاید و حتی سفارش بکند. اونجا همه، حتی انبیا سکوت. همه انبیا، مردم میرن به انبیا میگن که شما پیش خدا بگید که حساب و کتاب شروع بشه. انبیا میگه کار ما نیست. همه سکوت، همه وحشت زده. داستان شفاعت کبرا در احادیث آمده بسیار مفصل است، تا اینکه از آدم میان پیش ابراهیم، از نوح ابراهیم، از ابراهیم موسی، عیسی، همه انبیا آخر به محمد صلی الله علیه وسلم میرسند. لذا رسول الله میگه اون جایگاه را خدا به من میده، اونجا به سجده میافتم، کلماتی میگویم که الان نمیدونم چی میگم. اونجا الله بر زبانم میاره کلماتی که لابد درباره عظمت خدا، بزرگی خدا هستند. الله عزوجل شفاعت رسول الله را میپذیرد و حساب و کتاب شروع میشه، بلا تکلیفی تمام میشه. لذا اونجا دیگه کار معبودان اینها نیست. و ضل عنهم ما كانوا یفترون. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. و ببینید بعد از مکالمه بهشتی ها، اعرافی ها، جهنمی ها، ما از این جریانات متوجه شدیم که چه چیزی انسان را به بهشت میبرد و چه چیزی انسان را به جهنم میبرد. شرک انسان را به جهنم میبرد، توحید و یکتاپرستی و خداپرستی انسان را به بهشت میبرد، و اعمال نیک و اعمال صالحه. الان در این رکوع الله عزوجل دلائل توحید را بیان میفرماید. این دلائل توحید باید در دل ما بنشیند و یقین کنیم که هیچ هستی، نه نبی، نه ولی، نه امامی، نه فرشته، نه جنی، نه انسی، با در کارهای خدا، در اموری که خدای عزوجل دارد تصرف ندارد، شرکت ندارد. همه قدرت‌های بزرگ را الله به تنهایی انجام داده، کارهای بزرگ را، لذا همه دست او هست. الله می فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. بدون شک رب شما الله است، آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را فی 6 ایام، در ظرف 6 روز. این ما بحث علمیش را برای طلاب عرض کردیم. خلاصش اینه که الله با یک کلمه کن میتوند پیدا بکند، اما الله عزوجل تدریجا میخواد تدریج و آهستگی و طمانینت را به بندگان خودش
یاد بده و اینکه دنیا دار اسباب است، همه چیز بر اسباب. ثم استوى على العرش، سپس الله عزوجل بر عرش مستوی شد. بر عرش مستوی شد از آیات متشابهات است. معنای لفظیش است که بر عرش نشست. بعضی ها میگن کنایه از تاج و تخت و پادشاهی هست، یعنی مطلقاً الله عزوجل حکم میراند، هر چی که بخواهد دستور میدهد. یغشی اللیل النهار، بعضی از کارهایی که خدا انجام میده از امور تکوینی تحت پوشش میده لیل را به وسیله نهار، یعنی شب هست روز میاد، روز هست شب میاد، هم دیگر را یطلبه حثیثا، دنبالش افتاده تند تند. گویا طوری الله تعالی تنظیم کرده که شب و روز دنبال هم دیگه افتادند، شب میره روز میاد، روز میره شب میاد، اینا فقط دور میزنند. منافع شب و روز را میدونیم، اگر نمیدونی فکر بکنیم. اگر همه شب بود، الله این سوالات را در قرآن فرموده، قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه، اگر تا قیامت شب بود چی کار میکردیم؟ اگر تا قیامت همش روز بود بعد چی کار میکردیم؟ چه منافع و خیری در شب است، چه منافع و خیری در روز است. وقتی که روز میشه انسان احساس نیاز میکنه به روز، وقتی که نیازش تمام میشه الله شب را میاره. لذا الله میفرماید یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا، حثیث یعنی تون تون، دوان دوان دنبالش افتاده. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، خورشید، ماه، ستاره ها همه مسخر هستند، همه تابع امر رب العالمین هستند، هر چی که خدا بگه. لذا الله از این قدرت ها استدلال میگیرد. الا له الخلق والامر، الا یعنی آگاه باش، خبردار، گوش هایت را باز کن. له الخلق، فقط و فقط برای الله است. خلق یعنی خالق تنها اوست، والامر، تنها امر هم به دست او هست. همه امور کوچک و بزرگ، باران میخواهی هم از او بخواه، فرزند و اولاد میخواهی از او بخواه، در تجارتت برکت میخواهی هم از او بخواه، رزق و نان میخواهی، هر چی میخواهی از او بخواه، چون امور در اختیار او هست. تبارک الله رب العالمین، با برکت است الله آن ذاتی که رب تمام جهانیان است، همه برکات هم به دست او. بعضی مردم شرک فی البرکت میکنند، برکت را از دیگران میدانند، اینم شرک است. برکت به دست دیگران نیست، برکات به دست الله است. هر چیز را بعضی خاکی بر میدانند، میگه این برکت است، خاک میخورند، خاک که حرام است. برکات تو خاک نیست، تو دیوارها نیست، تو درخت نیست، تو سنگ نیست. برکات را الله عزوجل میدهد. لذا الله میفرماید تبارک الله، با برکت هست و برکات از طرف او هست، اون ذاتی که رب همه جهانیان است. خب این صفات خدا را ما خواندیم، خالق او هست، امور به دست او هست، برکت دهنده او هست، رب العالمین او هست، شمس و قمر و نجوم همه در اختیار او، شب روز را او میبرد میارد. وظیفه ما چیه در قبال او؟ وقتی که چنین ذات قدرتمند مقتدر است، ادعو ربکم تضرعا و خفیا، شما ربتان را بخوانید. در دعا دو تا از آداب دعا اینجا بیان شده، آداب زیادی دارد ولی این آداب مهم هستند. یکی که در دعا تضرع باشد، عاجزی باشد. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه دعا میکنی، هر وقتی که دعا میکنی گریه کن، که الله گریه را، عاجزی را دوست داره. اگر گریه نمیاد، به شکل گریه کنندگان خودت را در بیار، همون عجز را، فروتنی را اختیار کن.
پس الله می فرماید اولی تضرعا، جلوی ربت تضرع کن، فروتنی از خود نشان بده، و خفیه، آهسته دعا کن، چون که الله دعای آهسته را می شنود. انه لا يحب المعتدین، همانا الله متجاوزین را دوست ندارد. متجاوز کیه؟ ببین بحث دعا هست. متجاوز اونه که از غیر خدا میخواهد، معتد اون است که از غیر خدا طلب میکند، یا فلان و یا فلان میگه منو کمک کن. الله میفرماید انه لا يحب المعتدین، بدون شک الله معتدین را، کسانی که تجاوز میکنند، دوست ندارد. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. الله میفرماید در زمین فساد نکن. بزرگترین فساد شرک. اینجا تفسیر مدارک نوشته لا تفسدوا بالشرك بعد التوحید، بعد از اینکه خداوند یک تا پرستی را به تو یاد داد دیگه شرک نکن. شرک نکن در زمین بعد اصلاح زمین، بعد از اینکه خدا زمین را، همه اهل زمین را موحد قرار داد، چرا شما شرک را و بازار شرک را گرم کردید؟ وادعوه خوفا و طمعا، دو تا دیگر از آداب دعا. وادعوه خوفا و طمعا، خدا را بخوانید، هم خوف داشته باشید هم طمع. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بین خوف و امید است. بین خوف و امید معنیش اینه که ایمان طوری باشه که از خدا خیلی بترس و به خدا هم خیلی امیدوار باش. به خدا هم خیلی، همونطور که معروف است، مثالی هست مقوله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که من اینقدر میترسم که اگر در قیامت اعلام بشه همه برن به طرف بهشت، فقط یک جهنمی هست، عمر میترسد که اون یکی من نباشم. و هم اینقدر طمع دارم، امیدوارم که بگن همه برن به سوی جهنم، فقط یک بهشتی هست. میگه عمر امیدوار است که اون من باشم، امید دارم. لذا الله هم همینه میگه که خدا را وقتی که میخوانی، دعا میکنی، هم بترس از اینکه دعایت اجابت نشه، هم طمعگار باش، امیدوار باش. تنها خوف هم انسان را ناامید میکند، تنها طمع هم انسان دلجم میشه، انسان دست از عمل میکشد. ان رحمت الله قریب من المحسنین، این علت است. علت اینه که همانا رحمت الله نزدیک است از مخلصین، اونایی که فقط خدا را میخوانند. الان رحمت خدا که قریب است این ما را امیدوار میکنه، اما معلوم نیست ما اون شرایط محسنین و مخلصین را داریم یا نداریم. اینجا جای خوف است، جای خطر است، باید بترسیم. و هو الذی یرسل الریاح، باز هم از قدرت‌های خودش الله می‌فرماید الله آن ذاتی هست که یرسل الریاح، بادها را می‌فرستد، بشرا بین یدی رحمته، بادها که مژده دهنده هستند پیشا پیش رحمت خدا را، جلوتر از خود رحمت خدا را مژده میدهند. باد نسیم بهاری که میوزد خوشحال میشیم، میگیم بوی باران میآید. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتی وقتی که حمل میکند ابر سنگینی را باد حمل میکند، ابر سنگین، ابر باردار، ابر پرباران. سقناه لبلد میت، الله میفرماید این ماییم که سوق میدیم، میبریم این ابر را به سوی سرزمین مرده. یک جایی میبینی زمین مرده هست، سوخته هست، خشک شده هست. فانزلنا به الماء، ماییم که نازل میکنیم به وسیله اون آب را، به وسیله ابر آب را نازل میکنیم. اخرجنا به من کل الثمرات،
از هر نوع میوه در اون زمین ما بیرون میکنیم. هر نوع میوه هست، میوه هم گیاه هست، هم بوته هست، هم میوه هست. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. جمله معترضه برای ثبوت قیامت. الله میفرماد ما این گونه مرده ها را زنده میکنیم، از قبرها بیرون میکنیم. ببین خدای یک نمونه ای هست، قیاسی هست. خدایی که زمین مرده را زنده میکند، زمینی که شما یک ماه پیش دیدید هیچ اثری از حیات نبود، یک بوته سبز هم نبود، اما بعد از مدتی خدا باران داده، چمنی درست شده، چمن سبزی درست شده، فرش سبزی، همه گلها، گیاهان، درختها. خب این زمین مرده را کی زنده کرد؟ آیا به این قیاس نمی کنی که اون خدا که این را زنده کرد انسان مرده را هم زنده می کند؟ کذالک نخرج الموتى، این گونه ما مرده ها را بیرون می کنیم. لعلکم تذکرون، شاید شما پند بگیرید. اما کی هست که پند بگیره؟ الله می فرماید برای پند گرفتن ما مثالی بیان می فرماید. الله می فرماید وقتی که این باران می آید، چند نوع زمین هست. زمین اقسامش زیاد است، اما ما به دو قسم اگر تقسیم بکنیم، یک زمین زمین خوب، مرغوب، حاصل خیز. این زمین میبینیم که هر نوع گل و گیاه از او میروید. زمین خشک تبدیل به گلستان میشود. اما یک زمین زمین شورزار هست. این زمین شورزار وقتی که بر اون باران بیاید چیزی میروید؟ نه خیر. گاهی وقتا یک سری علفهایی، هرزه‌ای یا بوتهایی که درد نمیخورند شاید، ولی هیچ چیزی نمیروید. الان قلب شما انسان ها این گونه هست. باران رحمت همین قرآن است که میبارد. پذیرش شما، انسان چه اندازه قلبش را آماده می کند برای پذیرش احکام خدا، برای باور کردن، برای ایمان، برای اعتقاد، برای عمل. هرچی بیشتر باشد او همون زمین حاصل خیز است، همون زمین نتیجه بخش است. بعضی قلب ها هستن متاسفانه هرچی که میخوانید ما به جای خود محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اونها میخواند، مثل قلب ابو لهب و ابو جهل. این قلب همون شورزار است، هیچی نمیروید، هیچی باور نمی کند. لذا الله می فرماید والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. سرزمین پاکیزه، سرزمین پاک، سرزمین محصولدار، یخرج نباته باذن ربه، بیرون می شود نباتش، بیرون می شود سبزیجاتش، علفزارش به اذن رب، به اذن پروردگار و به توفیق پروردگار. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما اون زمینی که خبیث باشد یعنی خراب باشد، اونی که خراب باشد، لا یخرج، بیرون نمی کند، الا بیرون نمی شود مگر ناقص، یعنی چیز ناقصی، درد نخوری. قال ابن عباس رضی الله تعالی عنه، ابن عباس می فرماید هذا مثل ضربه الله تعالی للمؤمن، این مثالی هست که خداوند برای مؤمن ذکر می کند. یقول هو طیب و عمله طیب، مؤمن خودش پاکیزه هست، عملش هم پاکیزه هست، عملش هم پاکه. همونطور که زمین حاصلدار چه چیزهای پاک و خوشرنگی شما میبینید، مؤمن باید از وجودش این گونه پاک تراوت بکند. عمل خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب، برخورد خوب،
همه خوبی ها در وجودش باشد. این هست که فرمود که هو طیب و عمله طیب کما ان البلد الطیب ثمره طیب. سرزمین پاکیزه، سرزمین دارای شرایط، نتیجهش هم نتیجه خوبی هست. اما مثال کافر، ثم ضرب مثل الكافر كالبلد الصبخاء المالحه، سپس مثال کافر را بیان کرد مثل یک زمین بی حاصل شورزار که هیچ فایده توش نیست، شورزار هست. التي خرجت منها البرکه، اون زمینی که برکت تو این زمین نیست، خارج شده از این زمین. فالکافر خبیث و عمله خبیث، کافر پس خودش هم خبیث، عملش هم خبیث. آیات الهی را که درک نمی کند پس میده، رد می کند. از وجودش چی خارج میشه؟ کفر، شرک، فساد، زنا، شراب، میخواری، قمار، هر چی که صفات بد هستند، این صفات کافر هستند، نباید در وجود مسلمان باشد. اما مسلمان وقتی که زمین قلبش مقداری با چالش مواجه هست، مقداری با مشکل مواجه هست، این هم میبینیم اعمال بد ازش سر میزند، فساد میبینیم انجام میده، زنا میکند، قتل میکند. این مسلمان نیاز دارد که اون زمین قلب خودش را اصلاح بکند، نیاز به کود دارد، نیاز به ترمیم دارد، نیاز به اصلاح دارد. پیش متخصصان بره، پیش اهل فن بره و اصلاحش بکند تا اینکه قلبش اصلاح بشه، قالبش هم اصلاح بشه، عملش هم اصلاح میشه. لذا الله عز وجل میفرماید این مثال شماست. کذالک نصرف الآیات، این گونه ما آیات را میگردانیم، آیات را برای شما بیان میکنیم. لقوم یشکرون، برای قومی که شاکر باشند، سپاسگزار باشند. بعد از نقل مکالمه و سخن اصحاب اعراف، اصحاب الجنه، اصحاب النار، و بعد از اینکه الله تعالی دلائل اثبات توحید را در قالب دلائل عقلی بیان فرمود، خلق آسمان ها و زمین، شب و روز، ماه و خورشید، ستاره ها، ابرها، باران، سرسبزی آبادی زمین، اینها تمام دلائل قدرت الله هستند و دلائل توحید پروردگار هستند. حال در ادامه برای اثبات این موضوع، برای اثبات توحید، به چندین داستان از انبیاء گذشته و از واقعات پیامبران گذشته الله عز وجل اشاره می فرماید و ذکر می فرماید. خدمت شما عرض کنم که واقعات انبیاء گذشته و داستانهایی از پیغمبران که در قرآن مجید می آید، چند فایده در اینها هست. اولا این نکته را عرض کنم که اینها منظور از بیان کردن اینها داستان سرایی نیست که ما با داستان و قصه اونها سرگرم بشیم، بلکه منظور از بیان اینها موعظه هست، پند هست، اندرز هست. نتیجه‌ای که از داستان گرفته میشه، اون نتیجه خیلی مهم است. به همین خاطر خدای عزوجل در قرآن داستانها را مفصل بیان نکرده، کوتاه بیان کرده. به غیر از داستان یوسف که مقداری مفصل هست، بقیه داستانها همون منظور و هدف مقصودی که گرفته میشه دیگه به جزئیات نمی پردازه که کجا بود، چی بود، چه شد. به اینها قرآن نمی پردازه، چون هدف قرآن داستانگویی نیست.
اما اینکه واقعات و داستانهای گذشته را در قرآن الله تعالی ذکر می فرماید چند فایده هست. یک، اینها دلیل هستند برای حقانیت پیامبر عظیم الشأن. چرا؟ چون که پیامبری که به مکتب نرفته، درس نخوانده، خواندن کتاب بلد نیست، حتی نوشتن هم بلد نیست، این پیامبر که در محیط مکه زندگی میکرده و از مکه خارج هم نشده، این پیامبر از تمام اقوام گذشته، از انبیاء دور و نزدیک، با جزئیات وقتی که تعریف میکند و بیان میکند، حتی جزئیاتی را بیان میکند که برای مسیحیان و یهودیان هم مبهم است. اونها نمیدونستن که جریان اعدام عیسی مثلا چی شد. بعضی میگفتن اعدام شد بعداً خدا زندهش کرد به آسمان برد، بعضی گفتن نشد. اون حقایق را این پیامبر بیان میکند. خیلی چیزها که مبهم هستند این پیامبر بیان میکند. خب اینها همه از زبان یک نبی امی ناخوان به مکتب نرفته دلیل هست بر اینکه این پیامبر به حق خداست. دو، برای توحید و اثبات توحید الله عزوجل از این داستانها نقل می‌فرماید، دلیل می‌گیرد که نه محمد صلی الله علیه و سلم بلکه همه انبیا، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، همه انبیا به خاطر همین موضوع فرستاده شدند. سوم، اینها تسلی هستند برای پیغمبر که ای پیغمبر محبوب خدا، اگر مخاطبین شما، اگر کفار مکه، قریش مکه نمیپذیرند، قبول نمی کنند، جای نگرانی نیست. انبیاء گذشته هم آمدند، اکثریت قوم قبول نکردند، لذا شما حزین نباشید، شما غمگین نباشید. بس بیان این داستان ها، این همه نکات و حکمت های دیگری که شاید بعضی ما به اونها نرسیدیم، برای بیان این هست. اولین داستانی که اینجا الله تعریف میکنه، در اینجا فعلا 5 تا واقعه و داستان از 5 پیغمبر الله پشت سر هم بیان میکند. اول از حضرت نوح علیه السلام، بعد از سیدنا آدم علیه السلام اولین رسولی که رسالت داده شد حضرت نوح است. دیگه شاید پیامبرانی بودند که اونها رسالت نداشتن، نبوت داشتن. صبح عرض کردیم نبوت یعنی این که بر شریعت پیغمبر گذشته عمل می کند. نام حضرت شیث را که یکی از فرزندان آدم بعضی گفتند، حضرت ادریس هست که درباره ایشون اختلاف هست، بعضی میگن قبل از نوح بوده، بعضی میگن بعد از نوح بوده. اما اولین پیغمبر که بر علیه شرک و بت پرستی تعیین شد سیدنا نوح علیه السلام هست. و سیدنا نوح علیه السلام فلسفه فرستادنش این بود که در زمان ایشان و قبل از ایشان چند تا انسانهای صالح بودند، انسانهای نیک بودند که در سوره‌ای که نام سوره هم نوح هست، در اون سوره نام اونها آمده، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. اینها فوت کردند. اینها که فوت کردند، مردم یکی بعد از دیگری، گاهی از میان ما بزرگان می روند تا سالهای سال ما افسوس می خوریم، به نیکی از اونها یاد می کنیم. اما ما در شریعت ما همین دستور را داریم که در حق اونها دعای خیر بکنیم، برای اونها دعای رفع درجات بکنیم. لذا صالحینی که از میان اونها رفتند خیلی اونها را نگران کرد که 5 نفر از بهترین ها رفتند. اینجا بود که پیغمبری چون نبود، میدان را خالی دید. ابلیس آمد و این قوم را فریب داد، گفت که اینها که همیشه در معبد بودن، در عبادت خانه بودن، شما اونجا اینها را می دیدید، لذا الان بجای اونها
شما تصویر و مجسمه و عکس اونها را بکشید اونجا بگذارید و همیشه عبادت شما در کنار اونها لطف و لذت داشت. الان که اونها نیستند، مجسمهشون در کنار مجسمهشون خدا را عبادت کنید گویا اونها هستند. از این طریق وارد شد. اینها دیگه تصویر اون بزرگان را کشیدند، مجسمهشون را درست کردند، گذاشتند در عبادت خانه ها و در کنار اونها خدا را عبادت می کردند. اما رفته رفته برای نسلهای بعدی اینگونه فهماند شیطان که بزرگان شما، پدران شما خود اینها را پرستش می کردند، لذا پرستش خود صالحین شروع شد. بس ببینید پرستش صالحین بود، پرستش اولیاء الله بود. این بتی که درست کرده بودن، مجسمه‌ای که درست کرده بودن، نمادی بود از اون صالح. پس اینکه ما همیشه میگوییم که گذشتگان انبیاء را، اولیاء را، صالحین را میپرستیدند، هدف اونها از پرستش بت خود بت نبود، بلکه بت را یادآور او میدانستند، نماد او میدانستند و بت را پرستش میکنند. چنانچه انسانها، خیلی از انسانها هستند که نماد انسانها را به عنوان یادگار به اونها احترام میگذارند. یکی هست مثلا یکی از بزرگان بر روی صندلی نشسته، الان اون صندلی نمادش هست. یکی هست مثلا بر روی سنگی نشسته، در قرآن درباره لات آمده. لات یکی از بتان است. افرأیتم اللات والعزی. لات روی یک سنگی نشسته بود و روی اون سنگ همیشه سویق و ستو قاطی میکرد، با آب به حاجی ها میداد. بعدن که اون مرد، مردم اون سنگ را که نماد سخاوت لات بود او را پرستش میکردند، او را تعظیم میکردند. لذا چه سنگ را، چه درختی که نماد یکی از بزرگان است، چه قبری که نمادش هست که در اون قبر دفن شده و اون خودش اگر واقعا از اولیاء خدا بوده به بهشت رفته، به عالم برزخ رفته، پیش خدا رفته، در ناز و نعمت است. لذا مردم میآیند او را تعظیم میکنند. لذا به این صورت بت پرستی شروع شد. الله عزوجل پیامبر عظیم الشأنش نوح علیه السلام را فرستاد. نوح علیه السلام آمد مردم را به سوی یکتاپرستی، به سوی عبادت خدای یگانه دعوت داد. ببینید همه انبیا دعوتشون همین بود. الله می فرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نوح به قوم گفت ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی بغیر از الله، کسی که لایق عبادت و پرستش شما باشد. لذا او را عبادت کنید. و در این حال قوم را بیم داد، قوم را ترسوند. چه گفت؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، همانا من می ترسم بر شما از عذاب روزی بس بزرگ. در صورت مداومت بر شرک از عذابی بزرگ می ترسم. سنت الله است که وقتی که انسانها تمرد و سرکشی بکنند اونها را به عذاب گرفتار میکنند. من از عذاب بزرگ میترسم. قال الملأ من قومه، این عناد قوم است. قوم به جای اینکه انابت نشان بده و تسلیم بشه سرکشی کرد. اما اینجا هست قال الملأ من قومه. ملأ میگویند اشراف را، سرداران را، گردنکشان را. همیشه در تاریخ انبیا ثابت است که اون انسانهایی که احساس میکنند قدرتشون کاسته میشه، قدرتمندان، سرداران، حاکمان، اونهایی که مردم را به بندگی و به بردگی گرفتند، اونهایی که مردم آله دستشون هستند، اونها چیکار کردند؟
اونها اول مخالفت را شروع کردند. قال الملأ من قومه، ملأ گفت، اشراف و درباریان حکومت گفتند از قوم نوح، انا لنراک فی ضلال مبین. قدرت خدا خودش گمراه است، پیامبری که بر حق است برعکس می‌بیند. انسان وقتی که به گمراهی قرار بگیرد، خدا عقلش را چنان مسخ می‌کند و برعکس می‌کند که راه ضلالت را هدایت می‌بیند و راه هدایت را ضلالت و تندروی و انواع و اقسام چیزهای دیگه. الله می فرماید آنها گفتند انا لنراک فی ضلال مبین، این که ما را به سوی خدای یگانه میخوانی، ما این را در گمراهی آشکاری میدانیم. قال یا قوم لیس بی ضلاله، نوح با چه خیرخواهی میگوید، یا قوم ای قوم لیس بی ضلالة، من گمراهی ندارم، ولکنی رسول من رب العالمین، اما من فرستاده رب عالمیان هستم، رب تمام جهانیان، رب آسمان ها و زمین، رب انسان ها، رب تمام موجودات. فریضه هم چی هست؟ وظیفه هم چی هست؟ ابلغکم رسالات ربی، من پیام های رب را به شما میرسانم، و انصح لکم، وظیفه دوم خیرخواه هستم برای شما. پیامبران همیشه خیرخواه بودن، یک داعی هم باید خیرخواه باشد. نیت این باشد که قوم به طرف جهنم نره. گاهی ما داعیان، دعوتگران، علما، محدثان، مفسران، مناظران طوری صحبت میکنن زننده که قوم متنفر بشه، قوم بگریزد. لذا روش انبیا خیرخواهانه هست. انبیا همیشه با این دید صحبت میکنند که این انسانها بیان به طرف هدایت. بعضی ها سعی میکنن تو سری بزنن، سعی میکنن ملامت کنن، سعی میکنن نشون بدن که شما گمراهید، شما برباطلید و طوری زننده تعبیر میکنند که طرف بیشتر برآشفته میشه، بیشتر ضد میکند. به همین خاطر الله به موسی گفت فقولا له قولا لینا، قول لین و سخن نرم بگو. یعنی با وجودی که طبیعت و فطرتی که در موسی علیه السلام بود مقدار جلالی بود، اما الله عزوجل میگه مبادا مغلوب فطرت و طبیعت جلالیت بشی، اونجا نرمی اختیار کن، به خاطر که اونجا هدف خیرخواهی است. فقولا له قولا لینا، نرم. هدف رب العالمین اینه و به طبع هدف موسی اینه که فرعون سرکش و متمرد و اون کسی که من رب اعلی هستم ادعا می کند او هم هدایت بشه. لذا میگه قولا له قولا لینا. پس هدف این نباشد که طرف را ما شکست بدیم، طرف را رسوا بکنیم، طرف را بدنام بکنیم، نه، دلائل را بیاریم تا طرف قانع بشه. خیرخواهی. لذا میگه و انصح لکم، من خیرخواه شما هستم، و اعلم من الله ما لا تعلمون. اونها عذاب را بعید میدانستند، بدور از واقعیت میدانستند. حضرت نوح علیه السلام اشاره میکنه به اون عذاب، و اعلم من الله ما لا تعلمون، من میدانم از الله آنچه که شما نمیدانید. من میدانم الله سرکشان را به عذاب و به کیفر اعمالشان گرفتار میکند. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. یکی از دلائل انکار در هر قومی این بود که میگفتن چرا پیغمبر بشر آمده. همیشه در طول زمانها ملتها میگفتن پیغمبر باید فرشته‌ای باشد. خدای عزوجل در جاهای متعددی از قرآن به این پاسخ داده. الله میفرماید فرشته که بیاد یعنی عذاب،
فرشته بیاد برای فیصله میاد، برای تبلیغ نمیاد. برای تبلیغ باید از جنس خود شما باشد، بشر باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که آمد، الله تعالی می فرماید جاءکم رسول منکم، رسول از شما. ولی متاسفانه بسیاری از جهلا و اهل خرافات که امروز نمیدونند میگویند که پیغمبر نوری بوده، بشری نبوده. اگر بگی بشر بوده، به شما میگه شما نسبت به پیغمبر بیادبی میکنی. میگه اینا گستاخ پیغمبرند، اینا نسبت به پیغمبر بیادبی میکنن. پیغمبر نوری من نور الله بوده، نور از نور خدا بوده، در حالی که همه پیامبران بشر بودند. چرا؟ صفت پیامبر و پیامبران نور هست، یعنی مثل نور روشنگر هستند، هدایتگر هستند، مشعل هدایت هستند، اما جنسشون بشره. اینجا نوح علیه السلام همینو میگه که شما تعجب میکنید که این وحی بر مردی آمده که منکم، از جنس شماست. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، آیا در تعجب هستید که پیش شما آمده پندی، منظور از این پند نبوت هست که همراه خودش پند الله را دارد، پیام الله را دارد. پندی آمده من ربکم، از جانب رب شما، علی رجل منکم، بر مردی منکم یعنی من جنسکم، از جنس خود شما. لینذرکم، این وظیفه پیامبر است، لینذرکم، تا که شما را بترساند. پیامبر آمده ما را بترساند. وظیفه ما چی هست؟ ولتتقوا، تا که ما بترسیم، تا که شما بترسید. پیامبر می ترساند، شما تقوا را اختیار بکنید، بترسید. اون وقت الله چه کار می کند؟ ولعلکم ترحمون، شاید شما مورد رحم خدا قرار بگیرید. یعنی پیامبر می ترساند، امت تقوا اختیار می کند، الله بر او رحم می کند. این ترتیب است. اما قوم بدنصیب به جای پذیرش انکار کرد. فکذبوا، تکذیب کردن نوح را، نپذیرفتند، قبول نکردند. که قبول نکردند، الله اینجا به صورت خلاصه عذاب را گفته. فانجیناه والذین معه فی الفلک، ما نجات دادیم نوح را و کسانی که همراه نوح بودند در کشتی. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، نتیجه مخالفت، اون نتیجه اتباع بود، نجات. انجیناه والذین آمنوا، مؤمنان به دلیل اتباع نجات یافتند، اما مخالفان ثمره مخالفت. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ما غرق کردیم آنانی را که تکذیب کردند آیات ما را. انهم کانوا قوما عمین، اینها قومی بودند عمین، نابینا، چشم نداشتند، چون حق را ندیدند، به سوی حق نگاه نکردند. علی ای حال، نوح علیه السلام در آیات دیگه میخوانیم که 950 سال، سبحان الله، 950 سال. گاهی فکر میکنم بر این 950 سال با زبان چقدر آسان است. ما هم همه شنیدیم 950 سال عادی هست، ولی به این فکر نمی کنیم 950 سال عمر 10 تا انسانه. 10 پشت باید 10 قرن بگذرد. یکی بنده همیشه عرض میکنم، بعضی از علما خدمت میکنن، خدمت برای دین میکنن، خدمت برای قرآن میکنن. 50 سال که خدمت میکنن در بعضی از بلاد اسلامی که تجلیل از علم و علما میکنن، کنفرانس های بسیار بزرگ تشکیل میشه. شیخ فلان امروز جایزه میگیره از کشورش به دلیل 50 سال خدمات علمی. این 50 سال خدمات علمی ما زیر این کولرها و اسپیلتها و روی مبلهای آنچنانی خب خدمت میکنن. خدمت علما هم ارزشمند است، ولی
چه تقدیری از اونها میشه، چه مدالی به اونها داده میشه، چقدر مورد تشویق همگان قرار میگیرند. اما قرآن میگه قربان بر این انبیاء الهی که اینها بدون چشم داشت به خاطر خدا نه تشویق شدند، تشویق بماند که همش توبیخ می شدند، همش سرزنش می شدند. اونم 50 سال نه 950 سال انسان ها می رفتند، این نسل ها می رفتند، نسل ها دیگه می آمدند. نوح علیه السلام تبلیغ کرد، نصیحت کرد، خیرخواهی کرد. تمام نتیجه این 950 سال تعداد اندکی از انسان ها شدند. بعضی گفتند مفسران 80 نفر، حول و حوش 80 نفر ایمان آوردند. یعنی هر 10 سال یک نفر هم ایمان نیاورد. پس این همه زحمت کشید، تلاش کرد، آخر الله بهش گفت انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ای نوح از این به بعد ایمان نمی آورد مگر همینایی که تا حالا ایمان آوردن. الان که متوجه شد دیگه امیدی به ایمانشان نیست، عالم الغیب فرموده. لذا نوح علیه السلام دعا کرد خدایا الان که اینطور هست، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار احدی را از اینها روی زمین نگذار، اینها را نابود کن. الله دستور داد کشتیت را بساز. کشتی را می ساخت، مردم می آمدند مسخره می کردند. یکی می گفت این کشتی روی زمین راه میره، دیگری می گفت نه این کشتی مخصوصی است تو ریگستان ها راه میره. هر یکی یک مسخره می کرد. نوح علیه السلام می گفت ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. یا اینکه سخن نوح است یا الله عزوجل به زبان حال نوح می گفت که شما امروز ما را مسخره می کنید، فردا ما شما را مسخره می کنیم. علی ای حال موعد فرا رسید، همه بر کشتی سوار شدند و اونهایی که الله عزوجل دستور داد. حال شروع شد عذاب خدا، از بالا باران و از پایین فواره زمین و فارت تنور از دو طرف آمد و خلاصه کشتی روی آب سوار شد. انسانها یکی بعد از دیگری هلاک شدند. بحث اینجا هست بین علما، بخشی از علما میگویند که در منطقه‌ای که نوح علیه السلام بود طوفان فقط اونجا آمد، سیل اونجا آمد، اونجا زیر آب قرار گرفت. و میگویند که این منطقه همین منطقه تقریبا شمال هست، ارمنستان. بعضی ها منطقه ارمنیا یا ارمنستان این منطقه را گفتند، چون که بعد از سالهای سال اونجا برف بوده و زیر برف ها بعد از اینکه برف ها ذوب شده کشتی مثل کشتی نوح کشف شده. بعضی علما این منطقه را گفتند کوه جودی اونجاست و بعضی مناطق دیگر. و بعضی معتقدند که این سیل و این طوفان همگانی بود، عالمی بود، چون همه مردم همونهایی بودند که با نوح علیه السلام زندگی میکردند. علی ای حال الله نجات داد و قوم غرق شد. پس پیام این داستان چیه؟ پیام این داستان اینه که هر کسی که دعوت پیامبران را لبیک بگوید نجات دارد، هم در دنیا سربلند و عزتمند است، هم در آخرت هم مال او هست. هر کسی که پشت بدهد به این دعوت و هر کسی که نپذیرد این دعوت را، اون در دنیا هم به عذاب و بدبختی و فلاکت گرفتار میشه و در آخرت عذاب ابدی برایش هست. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما زندگی من را زندگی قرآنی قرار بدیم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور
نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل